دیگه چیزی نداشتم جام آدمی خورد و دو موقع با بیش گفتم با ما کمی این دختر خود بده برای ما دیگه گفت پول هستم آیا با بیام پول نداشت ما پول دادم برای در وقتی که به زینا دادم مثلا احساس خوب نداشتم واقعا من به زور دادم من خود مثلا راضی نبودم گفتم اگه تو قبول نکنی مجبور چون اقتصاد خانواده پایین بود مجبور بودم من از بین ببرم من نمیتونستم به مغازه نون چیزی بدم گفتم بکشم به فایده خود به ما کاری نیه نکشم به ما کاری نیه مجبور به می ازدواج کنم مثلا به زندگی راضی نیم مثلا ازدواج کردن در سندخون بد میمیه کار خوبی نیه که ما دختر رو بدبخت میکنم چیغ میکشن گریه میکنن چون اینا بزمه کلانتران نمیتونن فرار کنن یا میتونن کار دیگه